بچه این رایتینگ ما در مورد verbs هست یا در واقع همون افعال در زبان انگلیسی. خب ما توی درس یک در مورد nouns صحبت کردیم، اسمها در زبان انگلیسی. توی درس دوم در مورد adjectives یا صفت‌ها صحبت کردیم در زبان انگلیسی. الان توی این درس در مورد verbs یا افعال می‌خوایم صحبت بکنیم. خب اول کار طبق معمول با استفاده از تقسیم بندی ورب ها میخواد انواعش رو بگه. اوکی؟ خب در واقع بچه ها ورب ها یا افعال به دو بخش تقسیم میشن بر اساس کتاب شما. اولا اینکه کلا فعل چیه؟ در واقع ورب همون فعل هست دیگه، حالا حالت جمعش میشه افعال. در واقع فعل چیه بچه ها؟ فعل کاری که انجام میشود. خب کاری که انجام میشود. حالا بررسی میکنیم که در واقع چه کارهایی شامل این کار انجام شدن ها هستند. خب پس به صورت کلی وقتی که یک عملی رو در واقع میخوایم توضیحش بدیم که مثلا طرف اون کار رو انجام داد، من این کار رو انجام دادم، این کار انجام دادن یک فعل هست. اوکی؟ خب حالا بریم دو موردش رو بررسی بکنیم، چون ممکنه که با این در واقع توضیح و تعریفی که من گفتم فقط یک سری چیز توی ذهنتون اومده باشه، اما با گفتن تقسیم بندیاش کامل قسمت افعال براتون روشن میشه که چیا هستن. خب فعل ها بچه ها مورد اولش به دو بخش تقسیم میشن. مورد اولش بچه action verbs هستن که کامل الان توضیحشون میدیم. action verb ها در واقع فعل های، حالا بنویسم action verbs بعد بنویسم افعال عملی یا حالا کنشی هم بهشون میگن. خب حالا چیا هستن این افعال عملی یا کنشی؟ در واقع هر کاری که به صورت فیزیکی انجام میشه اون فعل کنشی هست. خب مثلا میگم که غذا میخورم، بازی میکنم، کتاب میخونم. خب یعنی در واقع من همه این در واقع عملها رو دارم به صورت حالا عمدی و با استفاده از فیزیک خودم، با استفاده از بدن خودم انجام میدم. و اینطوریه که اگر مثلا شخصی من رو ببینه که در حال انجام دادن این عملها هستم، در واقع داره مشاهده میکنه. خب که مثلا من دارم کتاب میخونم، من دارم مثلا بازی میکنم. مثلا من میبینم که اون آقا داره چیکار میکنه؟ مثلا خرید میکنه. خب پس در واقع تمام این افعال که به صورت فیزیکی انجام میدن، قابل مشاهده هستن، جزو اکشن ورب هستن. اوکی؟ مثلا من میگم که مثلا read، خواندن. خب read یک فعل هست دیگه، یک ورب، جزو اکشن ورب ها میشه. من کتاب رو اینجوری برمیدارم و میخونمش. یک عمل رو با استفاده از فیزیکم دارم انجام میدم. یک نفر اگه از بیرون من نگاه کنه براش کاملا قابل مشاهده و درک است که من دارم این کار رو انجام میدم. یا مثلا listen به معنای گوش دادن. اوکی؟ مثلا دارم موزیک گوش میدم، دارم پادکست گوش میدم. خب یک کاریه که من با فیزیکم دارم انجام میدم و قابل مشاهده برای خودم، برای همه هست. خب چیزهای دیگه مثلا play، بازی کردن، eat، خوردن، sit، نشستن، walk، راه رفتن. هر چیزی که در واقع یک عمل رو ما داریم درش انجام میدیم. خب حالا مورد دوم رو اگر بخوایم توضیح بدیم بچه ها، مورد دوم state verbs هستن یا در واقع افعال حالت. اوکی؟ خب
الان اینجا اون تعریفی که من از فعل یا ورب گفتم یک مقدار گسترده تر میشه. توی تعریف فعل چی گفتم؟ گفتم کاری که انجام میشود. خب حالا اگر بخوایم مورد دوم رو هم شامل ورب ها بکنیم که خب قطعا این کار رو میکنیم، در واقع افعال کاری که انجام میشه یا حالتی هست که بیان میشه. در واقع کلمه که یا یک فعالیت رو نشون میده یا یک حالت رو نشون میده. خب در مورد فعالیت ها که صحبت کردیم، حالا بریم در مورد حالت یا همون استیت ورب صحبت بکنیم. خب بچه‌ها ببینید تفاوت افعال حالت با افعال عملی چیه؟ به زبان ساده بخوام بهتون بگم، توی افعال حالت معمولاً چیزی قابل مشاهده نیست. خب مربوط میشه به افکار، مربوط میشه به مثلا حس درونی، اوکی؟ مربوط میشه به مثلا وضعیت یک چیزی. حالا اینا رو مثال میزنم. مثلا ببینید من میگم که مثلا فکر کردن. خب فکر کردن بچه ها یک در واقع ورب هست، یک فعل هست، اوکی؟ اما چیزی که من دارم توی ذهن خودم، توی مغز خودم انجامش میدم، اوکی؟ برای کسی در واقع قابل مشاهده نیست این کاری که من دارم میکنم. مثلا میگم دارم فکر میکنم. خب فکر کردن که چیز مثلا مثل بازی کردن نیست که طرف بتونه فکر کردن منو ببینه، قابل مشاهده باشه، نه. پس بنابراین افعال حالت اینها هستن. مثلا من میگم من دوست دارم، مثلا پدرم رو دوست دارم. دوست داشتن یک فعل حالته. خب دوست داشتن مثلا مثل خوردن نیست که قابل مشاهده باشه برای حالا افراد دیگه، برای خودم یک حسه، یک ذهنیته، اوکی؟ یک حالته توی در واقع وجود من که مثلا من پدرم رو دوست دارم. خب یا مثلا چیزهای دیگه، اعتقاد داشتم. مثلا میگم من به مثلا حقوق برابری اعتقاد دارم. خب این اعتقاد داشتن یک در واقع ذهنیت و عقیده است برای خود من. یک مثلا حالا یک گردی وجود مثلا مثل یک توپ نیست که قابل مشاهده باشه. مثلا من بگم خب این اعتقاد منه، نه، توی ذهن منه، مربوط به افکار منه و برای خودم و کسی قابل مشاهده نیست و حالت رو داره بیان میکنه. خب پس به صورت فیزیکی من کاری انجام نمیدم. یک حالت ذهنیه، یک حالت حسی، یک حالت دلی و عاطفیه که برای مثلا شخص من داره اتفاق میفته. خب مثلا احساس که مثلا احساس خستگی میکنم، اوکی؟ خب این احساس خستگی توی وجود من هست. در واقع خستگی که حالا هیچی ادجکتیو هست، صفت احساس کردن. احساس منو کسی نمیتونه ببینه. من مثلا یک لحظه احساس خستگی دارم، یک لحظه احساس مثلا تشنگی دارم، یک لحظه احساس گرسنگی دارم. این احساس من رو کسی نمیتونه ببینه. خب یعنی حالت من رو داره بیان میکنه، برای خودم هم قابل مشاهده نیست و مربوط به ذهنیت و احساس منه. پس بنابراین اینها در واقع استیت ورب ها هستن. خب حالا همین مواردی که گفتیم بیایید افعالش رو توی انگلیسی بگیم. خب فعل love به معنای دوست داشتن، عاشق بودن، یک حالت حسی و وضعیت حسی هست که برای کسی قابل مشاهده نیست. همون عقیده‌ای که گفتم، من به خداوند اعتقاد دارم، believe، این عقیده من برای کسی قابل مشاهده و به صورت فیزیکی قابل دیدن نیست و جزء افعال حالت محسوب میشه. مثلا hate، دوست نداشتن، اصلا متنفر بودن، این هم یک حس دیگه که قابل مشاهده نیست، یک وضعیت و حالت حسی و ذهنیه برای من. مثلا فعل know بچه ها، know به معنای دانستن که هیچ خونده نمیشه. دانستن، وقتی من چیزی رو میدونم این وضعیت ذهنی من هست، توی مغز من این آگاهی وجود داره. برای کسی قابل دونستن قابل مشاهده نیست و جزء افعال حالت میشه. این حالت ذهنی برای منه که میدونم چیزی رو. یا مثلا think، فکر کردن، گفتیم در واقع وقتی به چیزی فکر میکنم عملا مثل عمل خوردن نیست که با فیزیکم انجام بدم و مثلا برای خودم و بقیه قابل مشاهده باشه، توی ذهنم دارم فکر میکنم. پس یک حالت ذهنیه برای من فکر کردن.
یا حتی مثلا want به معنای خواستن، من میخوام که این کار رو بکنم. خب خواستن چیزی که قابل مشاهده نیست، یک حسیه، یک در واقع اشتیاقیه، یک تمایلیه که من توی ذهنم، من توی دل خودم دارمش و قابل مشاهده نیستش. پس بنابراین اینها جزو حالا دسته ای از افعال هستن که حالت رو بیان میکنن، وضعیت چیز رو بیان میکنن. میگم یا برمیگرده به افکار یا برمیگرده به احساسات، وضعیت و از این دست چیزها. حالا بچه‌ها یک نکته کوتاهی که اصلا یک گریز فقط بهش میزنن چون توی کتابتون هم توضیح بیشتر از این نداده. گفته که در واقع استیت ورب ها شامل سنسز هم میشن. سنسز در واقع همون حواس ما هست، چشایی، بینایی، شنوایی و اینها. خب گفته که اینها هم جزء افعال حالت هستن. حالا ممکنه براتون این سوال پیش بیاد که خب مگه مثلا ما مثلا بو نمیکشیم یا مثلا نمیبینیم، چطوری اینها جزء مثلا افعال عملی نیستن، مگه عملی رو باش انجام نمیدیم؟ صرفا در همین حد بدونید که حواس هم در واقع جزء افعال حالت هستن. حالا من می نویسمشون: see, smell. see به معنای بینایی، smell بویایی، در واقع hear شنوایی و یه چیز دیگه هم بود taste به معنای چشایی. اینها، این 4 مورد از حواس جزء افعال حالت محسوب میشن. توی کتابتون یک اشاره ریزی بهش زده شده که استیت ورب ها سنسز رو هم شامل میشن که همون حواس ما هست. این 4 تا رو هم شامل میشن. حالا اگر که دوست دارید به عنوان، من حالا اینجا توضیحش نمیدم، اما اگر دوست دارید به عنوان حالا دانستنی یا بالا بردن آگاهی خودتون بدونید که چرا اینها هم، البته که حالا برای خیلی از چیزا ممکنه دلیلی وجود نداشته باشه، ولی تا اونجایی که من بتونم شما رو مجاب میکنم که چرا اینها در واقع جزء افعال حالت هستن و جزء افعال عملی نیستن. اما خب اینجا دیگه توضیحش نمیدم. اگر کسی علاقه‌مند بود که بدونه چرا، لطفاً پشتیبانی هماهنگ کنه دیگه اونجا با هم دیگه در ارتباط هستیم تا این مسئله رو هم براتون اونجا توضیح بدیم. فعلا در همین حد بدونید که این 4 فعل هم که جزء حواس ما هستن جزء استیت ورب ها محسوب میشن. خدا قوت بچه‌ها، یک نکته دیگه در مورد رایتینگ ما وجود داره که بهش میپردازیم و کار رو تموم میکنیم. بازم خدا قوت. خدا قوت بچه‌ها، به بخش آخر درس سومتون، یعنی بخش آخر رایتینگ، خیلی خیلی خوش اومدید. بعد از این ویدیو کار ما با درس سوم تموم میشه و این درس به پایان میرسه. بچه‌ها ما توی قسمت اول رایتینگ در مورد verbs صحبت کردیم، در مورد افعال صحبت کردیم و گفتیم که افعال به 2 دسته تقسیم میشن. در واقع state verbs که افعال حالت بودن و action verbs که افعال عملی یا کنشی بودن و در مورد تفاوتشون توضیح دادیم. حالا دوباره توی این بخش میخوایم به یکی دیگه از تفاوت‌هایی که این 2 تا دسته‌بندی فعل‌ها با هم دیگه دارن بپردازیم. اما برای دونستن این بخش، در واقع یاد گرفتن این بخش، ما پیش نیاز میخوایم و اون پیش نیاز چی هست؟ این 4 مورد هست که الان بهتون میگم. برای یاد گرفتن این بخش ما نیاز داریم که با زمان حال ساده آشنا باشیم، با زمان گذشته ساده آشنا باشیم، با زمان حال استمراری آشنا باشیم و با زمان گذشته استمراری. خب این 4 مورد رو نیاز داریم بدونیم که این بخشی که الان توی این درس میخوام بهش بپردازم که خب بخش کوتاهی هم هست، در واقع بهش نیاز پیدا میشه. خب حال ساده و گذشته ساده و حال استمراری رو توی مقطع 9 داشتیم بچه‌ها. گذشته استمراری رو هم که دقیقاً توی همین درس توی همین درس مقطع 10 بهش پرداختیم. یه لحظه فکر کردم مقطع رو برعکس گفتم. خب
من یک گریز کوتاهی به هر کدومشون میزنم، اما خواهش میکنم اگر که بعد از این گریز کوتاه زدن من مسئله براتون جا نیافتاد، یادتون نیامد چی بود، چون اول در واقع دوره هم گفتم که خیلی از مباحث تکمیلی و پیشرفته هستن که برای یادگیری شما نیاز به اون مباحث پایه داری و خب من نمیام دوباره مثل پایه اول همه اون مباحث رو توضیح بدم، چون برای کسایی که اون مبحث رو بردن اولا که حوصله سربر میشه، بعدم رسالت ما توی این دوره فقط مقطع 10 هست. بنابراین هر کسی که میخواد این 3 مورد رو که مربوط به مقطع 9 بود بدونه، لطفا با تیم پشتیبانی هماهنگ بکنه که ویدیوهای مختص این در واقع مباحث با پرداخت هزینه خیلی مختصری واسهتون ارسال بشه. خب حالا به هر حال من یک گریز کوتاه گفتم که میزنم بهشون. بچه حال ساده برای وقتی بود که ما در واقع حال ساده چجوری بگم، در واقع مهمترین زمانی هست که یک انسان در حرف زدنش ازش استفاده میکنه و شاید بگم که بیشترین استفاده رو ازش میکنه، حالا از بین زمانهای دیگه. حال ساده برای چه وقتی بود؟ برای وقتی بود که من میخواستم یا در واقع حقایق رو بگم یا میخواستم حالا در مورد واقعیت ها صحبت بکنم. کاربردهاش رو همش رو با هم دیگه صحبتش رو کردیم که خب حالا مهمترین کاربردش همین بود. مثلا یک واقعیتی که وجود داره، مثلا من میگم اون میره کلاس زبان. خب ببینید این یک واقعیته، دارم در موردش صحبت میکنم، از زمان حال ساده استفاده میکنم، یعنی زمان در واقع زمان جمله‌ای که دارم استفاده میکنم مربوط به الان هست و کلمه کلیدی که وجود داره براش کلمه می هست. خب کلاس زبان میره، هر روز درس میخونه. مثلا خیلی آدم خفنیه، خب اون خیلی خب حالا اگه بخوام یه گریز کوتاهی به همشون بزنم، زمان حال ساده بچه‌ها در واقع مهمترین کاربردش این بود که ما برای بیان فعالیت هایی که به صورت عادتوار و تکرار انجام میدیم در طول روز یا حالا در طول زندگیمون ازش استفاده میکنیم. مثلا من هر روز میرم کلاس زبان، اون هر روز از خواب بیدار میشه، مسواک میزنه، صبحانه میخوره. اونها هر روز میرن پیاده روی. نمیدونم پدرم هر روز مثلا ماشین رو مثلا تمیز میکنه. اوکی، مادرم هر روز مثلا با پدرم در مورد مسائل مختلف حرف میزنه. حالا صرفا هر روز هم نه، هر ماه 2 جلسه میرم کلاس شنا. یعنی کارهایی که به صورت عادتوار انجام شه، حالا نیازی نیست هر روز باشه، اون عادت مثلا میتونه 1 ماه یه بار باشه، 2 ماه یه بار باشه، 2 بار در سال باشه، حالا هر چی. پس مهمترین کاربردش این بود دیگه. یا برای وقتی بود که من میخواستم، دومین کاربرد مهمش همین بود که من میخواستم در مورد حقایق صحبت بکنم. مثلا آب در 100 درجه به جوش میاد، واقعیت‌های علمی، حقایقی که برای همه قابل در واقع مشاهده و قابل درک هست. اوکی، پس این موارد حالا به صورت خیلی کلی و جمع و جور مختص شد به حال ساده. خب توی فارسی توی انگلیسی ما حالت ساده و اصلی فعل رو می آوردیم دیگه. مثلا فعل drink به معنای نوشیدن رو ما هیچ تغییری درش نمیدادیم که به زمان حال ساده تبدیلش بکنیم. مثلا I drink water every day، من هر روز آب میخورم، که مثلا 8 glasses of water، من هر روز 8 لیوان آب میخورم. خب چیزی که عادتوار تو زندگی من داره اتفاق میفته، پس از زمان حال ساده استفاده میکنم و فعلی که استفاده کردم به معنای نوشیدن میدید که همون جوری به کارش بردم. I drink water. For example, I drink 8 glasses of water every day. I drink. نه ایدی بهش اضافه کردم، نه آینجی بهش اضافه کردم، نه قبلش تو اضافه کردم، نه. فعل کاملا به حالت ساده و اصلی خودش استفاده شد توی زمان حال ساده. این هم از این. پس حال ساده رو حالا من یه گریز کوتاه بهش زدم، امیدوارم که حالا براتون یادآوری شده باشه که دیگه نیاز به مرورش توی مقطع 9 نداشته باشید. گذشته ساده خیلی راحت بود بچه‌ها، بهش یک ایدی اضافه میشد. برای بیان چی بود؟ برای بیان کارهایی که در گذشته اتفاق افتاده یا انجام شده، تموم شده، رفته. من دیروز رفتم کلاس شنا. اوکی، من دیروز رفتم یعنی تموم شد، رفت. من رفتم کلاس شنا،
مثلا 2 ساعت شنا هم کردم، برگشتم خونه، تموم شد و رفت. اوکی. یا مثلا 2 ساعت پیش یه فیلم دیدم، حتما نیازی نیست گذشته خیلی دور باشه. نیم ساعت پیش غذا خوردم، 5 دقیقه پیش با دوستم صحبت کردم. هر چی که هست مربوط به زمان حال نیست و گذشته در واقع زمان مد نظر ما هست اینجا و اون کار اتفاق افتاده و تموم شده. اوکی، تموم شده. و خب گفتیم که یک سری فعل ها هستن که با قاعده هستن، ایدی میگیره آخرشون وقتی میخواد به گذشته تبدیل بشه، و یک سری از فعل های دیگه هم بودن که بی قاعده بودن. آخر کتاب جدولش رو کامل داشتیم که باید حفظشون میکردید، اون در واقع فعل های گذشته. این هم یک گریز کوتاه به گذشته ساده و زمان حال استمراری. حال استمراری هم برای وقتی بود که من میخواستم حالا مهمترین کاربردش رو من میگم، ولی کاربردهای دیگه هم داشت. در واقع حال استمراری رو وقتی استفاده میکردم که میخواستم میخوام در مورد کاری که همین الان در حال انجام دادنش هم صحبت بکنم. مثلا توی فارسی چی میگم؟ من دارم صحبت میکنم، تو داری گوش میدی، اون آقا داره راه میره، اون خانوم داره مثلا با تلفن صحبت میکنه. یعنی در حال حاضر اون کاری که داره انجام میشه چیه؟ خب این هم زمان حال استمراری بود. حالا فرمولش چی بود؟ فرمولش این بود که من am، is و are رو می آوردم. اوکی، am و is و are رو می آوردم، بعدش فعلم رو می آوردم، فعل اصلیم رو، و بعدش یک ing بهش اضافه می کردم. خب حالا مثلا میخوام بگم که من دارم حرف میزنم. خب I am میگرفت یا is میگرفت یا are میگرفت؟ بله طبیعتا am میگرفت. I am. خب فعل اصلی من چی کار داره انجام میشه؟ در واقع صحبت کردن. خب صحبت کردن به انگلیسی چی میشد؟ speak. فعل اصلی رو هم نوشتم، بعدش یک ing بهش اضافه میکنم. I am speaking. من دارم صحبت میکنم، من در حال صحبت کردن هستم همین الان. اوکی، پس این هم یک توضیح کوتاه از حال استمراری و خب فرمولش هم که اینجا بهتون گفتم و گذشته استمراری هم که توی این درس داشتیم. یک جورایی شبیه حال استمراری بود، به جای am و is و are was و were می اومد، بعدش فعل اصلی و بعدش ing گذاشته میشد. و کاربردش چی بود؟ کاربردش برای در واقع زمانی بود که ما میخواستیم در مورد یک کاری که در یک بازه زمانی در گذشته انجام شده صحبت بکنیم. این هم از این بچه‌ها. پس من یک توضیح خیلی مختصر و کوتاهی دادم، اما گفتم تمام اینها جز به جز و ریز به ریز توی مقطع نهمتون آموزش داده شده. اگر که هر کدوم از این چیزایی که من براتون گفتم براتون هنوز مبهمه، خواهش میکنم مراجعه بکنید به مقطع نهمتون و کمکی هم هست با تیم پشتیبانی هماهنگ بکنید که این مباحث خواهش میکنم براتون یادآوری بشه. خب این از حالا بیایم سراغ بحث اصلی خودمون. خب ما 2 نوع فعل داشتیم دیگه. یک اکشن ورب داشتیم و یک استیت ورب، فعل عملی و فعل حالت. اوکی، خب تفاوتش رو که گفتیم، حالا اینجا میخوایم یک تفاوت دیگه رو بهش بپردازیم. خب مسئله که اینجاست بچه‌ها، دیگه از اینجا بعد کارمون راحت میشه، مهم اینا بود که بدونیمش. اکشن ورب ها بچه‌ها وقتی که ما میخوایم توی جمله از یک اکشن ورب استفاده کنیم، هرچی خوردن، نوشیدن، دویدن، تماشا کردن، هر چیزی، ورزش کردن، شنا کردن، هر نوع اکشن وربی که بهش پرداختیم، نوشتن، خواندن، وقتی که میخوایم توی جمله به کار ببریم، خب این دوتا رو ببینید، این دوتا حالت استمراری هستن. خب ماژیک که منم یه مقدار داره اذیت میکنه، یه ذره بذارید فشارش بدم ببینم درست میشه. ببینید اینجا رو نگاه بکنید، اینجا 2 تا حالت ساده داریم، حال ساده، گذشته ساده. اینجا هم 2 تا حالت استمراری داریم، حال استمراری، گذشته استمراری. اوکی، وقتی که ما میخوایم از در واقع اکشن ورب ها رو توی جملات مختلف بیاریم، هم میتونیم از حالتهای استمراری استفاده بکنیم، یعنی هم گذشته استمراری هم حال استمراری، و هم میتونیم از حالتهای ساده استفاده بکنیم، یعنی هم حال ساده هم گذشته ساده. خب یعنی استفاده از این 4 مورد توی اکشن ورب ها کاملا مجازه. اوکی، مثلا من میتونم بگم
I am drinking water. خب این حال استمراری هست دیگه. خب من دارم آب میخورم. میتونم بگم I was drinking water. گذشته استمراری داشتم آب میخوردم. یا میتونم حالش رو استفاده کنم. بگم I drink water. خب حال سادش رو استفاده کنم یا حتی میتونم گذشته سادش رو استفاده کنم. I drank water. حالا مثلا yesterday. من دیروز آب خوردم. خب در واقع drink جزء افعال بی‌قاعده‌ای هست که وقتی میخواد به گذشته تبدیل بشه میشه drank. خب پس ببینید drink یک فعل اکشن هست. خب یک فعل عملی هست. هم حالتهای استمراریش رو تونستم استفاده کنم به راحتی و جمله من معنادار بود، هم حالتهای سادهش رو، هم حال ساده هم گذشته ساده. خب پس بنابراین برای اکشن ورب ها هیچ محدودیتی وجود نداره و من هم میتونم حالت استمراری ها رو استفاده کنم که حالا توی کتابتون بهش اشاره شده حالت continuous، و هم میتونم حالتهای ساده رو استفاده کنم که توی کتابتون بهش اشاره شده simple forms. اوکی؟ continuous form and simple forms. خب پس حالت استمراری و حالت ساده برای اکشن ورب ها کاملا مجاز استفادهش. خب مثال هاش هم که اینجا دیدید. حالا برای استیت ورب ها بچه ها این مسئله یک مقدار متفاوته. خب مسئله اینجاست که من وقتی که از یک استیت ورب میخوام استفاده کنم، مثلا حالا دم دست‌ترین استیت وربی که توی ذهن همه هست فعل لایک. خب دوست داشتن. خب دوست داشتن یک حالت ذهنی، یک حالت دلی و عاطفی و حسیه، پس جزء اکشن ورب حساب نمیشه. دوست داشتن رو که یک استیت ورب هست، من وقتی میخوام در جمله به کار ببرم نمیتونم توی جملاتی به کار ببرم که حالتهای استمراری هستند. فقط من میتونم حالتهای ساده رو استفاده بکنم. یعنی فقط حالت سیمپل رو، در واقع سیمپل فرم رو من فقط میتونم استفاده کنم که کدوم میشن که اینها میشن یا حال ساده یا گذشته ساده. حالا بیاید مثال بزنیم ببینید که اصلا چرا اینطوریه. خب من اینجا مثالش رو بنویسم. مثلا همین فعل لایک. خب من توی حالت عادی چی میگم؟ مثلا میگم که من مثلا انگلیسی رو دوست دارم. خب I like English. I like English. خب این ببینید که کدوم یکی از اینها میشه حال ساده است دیگه. من انگلیسی رو دوست دارم. زمان حال ساده است، گذشته که نیست که به صورت استمراری هم نیست. خب I like میگه که فعل like هم توی حالت اصلی خودش به کار رفته. پس بنابراین این زمان حال ساده هست. خب حالا میتونم بگم که انگلیسی دوست داشتم. خب یعنی مثلا الان دیگه دوست ندارم ولی قبلا دوست داشتم. خب I liked English. حالا ادامه‌شو نمی‌نویسم. مثلا وقتی بچه بودم انگلیسی دوست داشتم. خب ببینید که ایدی گرفته فعل من، پس ببینید حالت گذشته ساده رو توی فعل لایک اعمال کردم که یک استیت ورب هست که خب اوکیه. پس تا اینجای کار من فقط از حالت سیمپل استفاده کردم، یا حالا حال بوده یا حالا گذشته بوده. خب اما حالا آیا میتونم بگم که من دارم انگلیسی رو دوست دارم؟ آیا میتونم این استیت وربمو یک جوری بگم که انگار همین الان دارم این کار رو انجام میدم؟ من دارم انگلیسی رو دوست دارم، من در حال دوست داشتن انگلیسی هستم. مثلا همچین چیزی رو بیان نمی کنیم. یا مثلا یک استیت ورب دیگه، مثلا استیت ورب نو. فعل نو رو قبلا گفتیم که یش خونده نمیشه، به معنای دانستن. خب اینم یک استیت ورب دیگه. آیا من میتونم بگم من دارم مثلا میدونم که تو تنهایی رفتی خرید؟ من میدونم تو تنهایی رفتی خرید. حالت سادهش رو استفاده میکنم. من میدونم تو تنهایی رفتی خرید. ولی حالت استمراریش رو نمیتونم استفاده کنم بگم من دارم میدونم که تو تنهایی پاشدی رفتی خرید. نه، اصلا همچین چیزی معنا نداره. مثلا فعل believe اعتقاد داشتم، اونم یک استیت ورب دیگه. خب میگم من به خدا اعتقاد دارم. خب
آیا میتونم بگم من دارم به خدا اعتقاد دارم یا مثلا من در حال اعتقاد داشتن به خدا هستم؟ حالت استمراریش رو اصلا من نمیتونم بیان بکنم. یعنی این استیت ورب ها در واقع جزء افعالی هستن که ما فقط حالت سیمپلشون رو میتونیم استفاده بکنیم، فقط حالت سادهشون رو میتونیم استفاده بکنیم و استفاده از حالت استمراریشون چه در زمان حال چه در زمان گذشته غلط محضه و اصلا معنا نداره جمله من. اوکی؟ پس بنابراین این مبحث رو خیلی مبحث مهمی هستن، بهش دقت بکنید. بیام اینجا مثلا مثالش رو هم بنویسم. خب این دو تا حالت ساده بودن. من حالت استمراریش رو مثلا بخوام بگم میشه I am، فعل اصلیم رو میارم like و خب یک ing بهش اضافه میکنم، ایش هم حذف میشه. I am liking English، من در حال دوست داشتن انگلیسی هستم. اصلا همچین جمله از نظر مفهومی کاملا غلط هست. پس بنابراین این نکته در واقع از ذهنم پرید جمله، این نکته رو خیلی خوب به خاطر بسپارید. قبل از این در مورد تفاوت استیت ورب و اکشن ورب با هم دیگه صحبت کردیم. این هم در واقع تفاوت گرامریشون هست که در چه جملاتی در چه زمانهایی در حالت کانتینیوس و سیمپل چه تفاوتی قائل میشن وقتی که در واقع مورد استفاده قرار میگیرن. این هم از این بچه ها. خب رایتینگ ما هم به پایان رسید و به تب درس سوم هم به پایان رسید. بریم که یک سری مثال و نمونه دیگه از این در واقع مواردی که با هم دیگه گفتیم بخونیم تا این مبحث بیشتر برامون جا بیفته. خدا قوت. خدا قوت بچه ها. درس سوم مقطع دهمتون هم به پایان رسید. بازم میگم که به خوبی و خوشی به پایان رسید. چون که خدا رو شکر هم من تونستم که مباحث رو به خوبی و جز به جز و دقیق براتون شرح بدم، توضیح بدم، باز بکنم و شمایی که دارید این ویدیو رو میبینید قطعاً به خوبی تمام ویدیوهای قبل از این رو دیدید، تماشا کردید، همه رو جزء برداری کردید، نکته برداری کردید. پس بنابراین خیلی اصطلاح خوبیه که بگم به خوبی و خوشی به پایان رسید این درس هم. از درس سومتون بچه ها فقط یک صفحه دیگه مونده، در واقع یک بخش دیگه مونده طبق درس های قبل، طبق اون چیزی که درس های قبل هم داشتیم که قسمت what you learned هست که مربوط به در واقع مرور و یادآوری چیزهایی هست که توی درس قبلی یادشون گرفتیم که مربوط به صفحه 95 هست بچه. خب این بخش در واقع بر عهده خود دانش آموز هست، همونطور که تا الان هم همینطور بوده، اما تیم جودی جم همیشه پیش شما هست، در حضور شما و در اختیار شما هست که این مطالبی که بر عهده خود دانش آموز هست انجام داده بشه توسط دانش آموز و بعدش با تیم جودی جم هماهنگ بشه که اون حالا تمارین و سوال ها تصحیح بشه، جواب های دانش آموز چک بشه و در صورت وجود هر اشکالی یا مسئله‌ای دانش آموز در جریان قرار گذاشته بشه که اون مبحث براش جا بیفته و اون اشکال رفع بشه. پس لطفاً این سفر رو انجام بدید با توجه به تمام مباحثی که گفتیم در طول درس و بفرستید برای تیم جودی جم برای تصحیح جواب هاتون. خدا قوت حسابی بچه ها. این درس هم به خوبی به پایان رسید. بعد از این بریم سراغ درس 4. بازم خدا قوت میگم.